سلام دوستان، به کانال آکادمی کایرا خوش اومدید. من تصمیم دارم توی کانالم خیاطی به روش آسان آموزش بدم که برای همه قابل درک باشه. تو این ویدیو دامن تنگ را آموزش میدم. ما برای رسم الگوی دامن به این اندازه ها نیاز داریم: دور کمر 82، دور باستن 106، قد باستن 20 و قد دامن اختیاریه که من اینجا 45 گذاشتم قد دامنو. من میخوام اینجا 1/4 الگوی دامن رو بکشم برای اینکه برای شما رسمش راحت تر باشه، قابل درک باشه. 1/4 دور باستن رو استفاده میکنم برای کادر دامن. برای رسم کادر دامن اول یه خط عمود برهم میکشیم. این خط میشه قد دامن، این خط میشه خط کمر. فقط خطامون باید به صورت قائمه باشه. همینجا 1/4 دور باستنمون علامت میزنم که میشه 26.5. اینجا علامت میزنیم 26.5. بعد همینو به صورت قائمه ادامه میدم تا قد و پایین دامن رو رسم میکنم. سانت از خط کمر میریم پایین، علامت میزنیم، میشه باستن بزرگ و بین باستن بزرگ و خط کمر رو تقسیم میکنیم، میشه باستن کوچیک. این خطا رو به صورت قائمه رسم میکنیم. این خط میشه خط وسط جلو و پشت. این خط باستن کمر، باستن کوچک و اینم پایین دامن. اینم میشه خط پهلو. حالا ما میخوایم کمرمون اندازه 20.5 در بیاد که 1/4 دور کمرمونه. 26.5 منهای 20.5 میکنیم. 6 سانت ما اضافه داریم از این کادرمون، باید کم کنیم. این 6 سانت رو 3 سانتشو از توی درز پهلو کم میکنیم. 1 سانت میریم بالا به صورت قائمه و این 1 سانت رو به خط وسط کادرمون هلال میکنیم. 5 سانت از خط باستن میریم بالا و خط هلال پهلو رو رسم میکنیم. این خط از بین میره. این کادر بین وسط دامن و درز پهلو رو تقسیم بر 3 میکنیم که بودن میشه 8 سانت به صورت قائمه. ادامه میدیم تا 12 الی 13 سانت برای جلو. 1 سانت و نیم به طرفین خطمون میریم، با پشت خطکش هلالی میکشیم. این میشه ساسون جلو. اگه بخوایم این دامن رو
خمره‌ای کنیم 2 الی 6 سان میتونیم این دامن رو خمره‌ای کنیم. من 2 سان داخل شدم از خط دمپا و به خط باسن صفرش کردم. این روی دولای بار پارچه ببریم میشه جلوی دامنمون که این الان 1/2 جلوی دامنه. روی دولای باز ببریم میشه پشت دامنمون که اگه بخوایم برای پشت دامن فقط یادمون باشه دور تا دور این الگو باید حتما درز اضافه بشه. رو دولای بسته باشه که اینجا رو دولای بسته است چی و اگه قرار باشه رو دولای باز باشه حتما این ورم درز اضافه میشه. بعد به دمپام معمولا 2 الی 3 سان به دمپا قد دمپا رو ما میذاریم و درزای پهلو درزای بالا رو 1 سانتی درز میذاریم. این میشه الگوی دامن و خیلی به راحتی شما میتونید از این توی خونه استفاده کنید.